قانون‌های نوی روسیه را دیدید که چقدر بازداشت و چقدر چیزا. تاجیکستان رفتن زن و مادری او را باید به من خرانم، حکومت باید بخرانه کو، جای کار است که برام کار کنن کو. این همین روز روسیه بسته میشوه. صبر کو، حکومت روسیه میگه بس است دیگه، همین مهاجر بس. تاجیک چیکار کنه باید؟ تاجیکستانی باید چیکار بکنه؟ بس است در حق ملت تحقیر. در کشور روسیه هر روز تجاوز میکنند. بله، مقصد این است که کول این ملت باید بر بگرده به وطن. خب کول تاجیکستانی باید بر بگرده. حکومت رحمانوف مدام دعوای بهشتی روی زمین داره، براشون کار بده. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام، خوبی؟ تنجی گفتی خیلی خوک تو سر دوخی. خب ترا چی قضیه ایزد امون چی اوخی؟ چی قبو قضیه می ایزد امونه؟ حالی هم همی که جوانو را سرش خورده بس نمیکنی بو. خب برادر بهروز. خب گوش کردیسم. اوزا اومده سن؟ اوزاد اومده نشناختم، خیلی معرفی میکردی. من اشکه نمیشناسم، من فیروری هم کیم دیگه اوخی. آها فیروری. خب تو سرت فراموشم کردی؟ من نشناسم خیلی. ها؟ من نمیشناسم خیلی. جو بدم فیروریش کی است؟ همون کسی که گفتین در نزد هیکل اسماعیل سامانی چیکاری میکنم همون؟ من بگو که وقتی که ایزد امونه در تاجیکستان بازداشت کردن، این قد جوانو را برآوردی میدان برآوردی. خب همش حکومت روسیه دیپورت کرد. خب اونها اومدن امروز در تاجیکستان دعوا دارن. چی دعوا اونها دارن؟ را ای خونه به خونه کردی. خب ای جای کار به جای کار کردی. همش ده هر یک طبعیو یک زن داشت، مقصد مادر داشت، بعضش سه فرزند داشت. فرزندای اونها گیشنه و تشنه موندن. خب بس نبود که با سر کرده همین کاروتا. حکومت برای چی پس اینا تصور کن بدون همه که در سیاست دست زدن امروز ده ها کسا دپور دارن. اینا قانون های نوی روسیه را دیدید که چقدر بازداشت و چقدر چیزا. تاجیکستان رفتن زن و مادری او را باید به من خرانم، حکومت باید بخرانه کو، جای کار است که برام کار کنن کو. این همین روز روسیه بسته میشوه. صبر کو، حکومت روسیه میگه بس است دیگه، همین مهاجر بس. تاجیک چیکار کنه باید؟ تاجیکستانی باید چیکار بکنه؟ اینا من 100 نفر میدان برآوردم. اینا زیاد 100 نفر کسایی که چهرهشون قطعی من میدان برآوردم. باقی مونده 1 میلیون دیگر چیکار باید بکنه؟ 200,000 دیگر چیکار باید بکنه؟ گناه من است؟ من باید نون آوشون بتم. وظیفه من است نون آو دادن. آخه تو بالای سوختن مکو با برآورده با همین کارو تا کرده. سوالی است که چرا اونم شهبازه که 1 میلیون دلار زرش رحمانوف گفت او در آزادی است، اما یک کسی که زیاد 9,000 10,000 دلار است میگن در زندان است. برای چی؟ اوی مردم بالاش دعوا دارن. آی رحمانوف بالای او دعوا کرده بود. خودی پرزیدنت بالای اون نفر دعوا کرده بود. خودی پرزیدنت در یک صحبتش در جلسه رسمی حکومت او را خیزون دعوا کرد. بین محترم رئیس جمهور گوش که قضیه بین محترم رئیس جمهور بین شهباز رئیس جمهور یک شهر یک انسان است، یک کسی که بودجه کشور جدا میکنه. رئیس جمهور کی بوده خودش که قضیه او یک قضیه عاشقی بین رئیس جمهور و بین او بوده است با همون خودی تمام خیلی گپ نیست. رحمان و سود شده نمیتونه. مدام که صبر کن تو صبر کن. شما به همین فتنه و دروغتون مردم غارت کردین. در تاجیکستان سود است، پروکراتور است، امنیت هست، وزارت کارهای داخلی است، مدام عدلیه است. این قدر نهادها برای قوری پدر کسی است که رحمانوف هم مفتش میشوه، هم سودیه میشوه، هم ادوکات میشوه، هم پولش جبران میکنه، آزاد میشوه. این چه خیلی گپ است؟ قضیه او بین رئیس جمهور و بین او بچه بوده است. این طریق ساخت دولتداری در جنگل است. فهمیدی؟ آخه گوش که سوال مرا جواب ده که همین قد جوانایی را که برآورده همه شما اومدن تاجیکستان گفتن لعنت به تو کبیری، لعنت به تو 24، لعنت به تو که ما را فن کرده برآورده ما در تو سوالی من بیرون نرو. صبر کن برای چی؟ نه ویدیوش نببین. بیار بمانش ویدیوشو نه بیار بمانش، مشکل نداره.
مشکل نداره. ترام یه وقت میگفتی که لعنت به تو رحمانوف، لعنت به تو آزاده و لعنت به تو رستم. ترام میگفتی؟ نمیگفتی؟ نمیگفتی؟ من اینجا ترا سوال نمیگفتی همین گپا. صبر کن. مردم ای فرزندای ملت. صبر کن. ترام یه وقت همین گپا نمیگفتی؟ من چیزی گفتم نگفتم، من خطاگی من درک کردم برگشتم. همون نفرا هم یه مدت خطاگی کردی یا نظیر، همون نفرا هم یه مدت خطا. صبر که همون نفرا هم امروز خطاگی کردن، ما را میگن فردا که یک نظام درست اومد رنگ تو میبرن میگن ما خطاگی کردیم. بعد چی میگیشون؟ ها؟ برادر عزیز میگه که اگر که میگه یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش گور است. اون مردم از اونه که جای کارشون از دست دادن برآمده گفته جای کارشون در وطن جای کار بیاون، مدام دپار شدن در وطن جای کار بیاون. برای چی؟ برای در وطن جای کار بیاون. مقصد اینه که تمام مردم از تمام کشورها بله به جای کار بله بیاری و برای وطن. بله بس از تحقیر. صداش خاموش که چاپ پلوسه. برادرایی که سوپر چت هم نیست من پسونتر میخونم. بس از در حق ملت تحقیر. در روز در کشور روسیه هر روز تجاوز میکنند. بله مقصد این است که کول این ملت باید بر بگرده به وطن. خب کول تاجیکستانی باید بر بگرده. حکومت رحمانوف مدام دعوای بهشتی روی زمین داره، براشون کار بده. بله یکم شکایت دارین، دعوا دارین، عرض دارین، گفتنی دارین. بله تاجیک و تاجیکستانی باید بر بگرده. با این احوال با این پستی زندگی دیگر زندگی نکنن. برادر بهروز از روی کی همین کار را میکنن؟ از روی یکی رهبریت گروه 24 مردم فرمان میتیه که همون اعضاش که در روسیه ظلم کنین تا اینکه همین ظلم ما بودار کنین. خدا بشار با خدا قسم از خدا بترسین. مگر مهربان ستار پس شما فرمان نداده؟ مگر ما را شما فرمان نداده که همین کار کنین؟ چی فرمان داده؟ چی ظلمه که ما در روسیه کنیم و فرمان رهبر گروه 24 کردیم؟ کدامیش رهبر گروه 24 برادر شمقت یا که عمر قوتو؟ زمانی عمر علی قدیم بود. زمانی یعنی حاجی عمر در حق شما ظلم کرده بود. یعنی حاجی عمر در حق شما ظلم کرده بود. ما را ظلم کرده بود و وادار به ظلم میکرد که مردم چی میگفته؟ بالا بیان بخیزن. چی میگفته وادار به ظلم میکرد؟ چی میگفته؟ میگو که برای مردم بزنه مقصد پولش نبگیره پنشون کنه. گوش کن زبسو هستن. گوش کن مردم فریب کنه. مهربان قسم فرمان رو لگن که گوش کن مهربان فرمان رو لگن که برای پناهندگی که خدای این قدر دروغ میگن باور کنین. حاجی عمر گویا گفته است که اعضای گروه 24 که برین مهاجر را بزنین. من در بیسوادی شما خویل است می برزگاه ای خاک تو سرت. خاک و بلنش که چی میگی؟ در قدر شکن چی کرده گه؟ چرا همون دو مصرع شعری میخوندی بخون یک بار؟ حالی من را گوش که سهراب ظفر بیار قتل حاجی عمر را چخیر تشکیل کرده گه تا این که مردم در یک چی بغلطنه به میدان ببرن. من قتلش به زبسا دارم در کزت رسوا دارم از زمان خیلی سهراب صبر کن. مدامه که میگو که خب ایزد امان با خلابی یعنی که زندان شده است راست شب بگو چند هزار مردم گرفتی به تاجیکستان فرار کردی؟ برات پیشنهاد کنم نام نسبشون ایکی گرفتی یا که لازم نیست؟ آخه فرمان شما بود آقای بهروز. خیلی او خدا صبر کن. ناماشون بگو که اسکیا تو پول اینا سایبای پول برای من نویسه هستن که همین نفر چقدر از ما پول گرفت فرار کرد تاجیکستان. بگو مش که ایکی گرفتی؟ سایباش گوش که ببرارش یک شب ببرار که اروپا برای چی اومدنی بدی؟ اروپا برای چی اومدنی بدی؟ من اروپا هیچ وقت راکی نبودم متاسفانه نکردم. در گرانسای بلاروس اومدی چیکار کردی؟ اگه پول گرفتی؟ خب تو سرت مرا گوش که شیطانی نگه. من در کزت کنم قتل حاجی عمر. خب برای شما ظالم کسی باشه باید بعضیش گپ زنید درست؟ پیش غیرت رفتی یا که نه؟ مرا گوش که پیش غیرت رجب رفتی یا که نه؟ چند سون پول گرفتی؟ چند سون پول گرفتی برای اروپا اومدن؟ در مرز اومدی نتونستی چیکار کردی؟ خدا نگهدار. من غیرت نمیشناسم. خیلی یگام سومای کسی گرفت قرض رسی یا که نه؟
من کسی بدم قرضو را اساس کردم یه نفر بگه من قرضو را چند سوم بود چند هزار اسود کردی من اساس کردم 80,000 آیا آدم موندگی او اعضای گروه 24 انا خطیش در علاقه من قرضو رو خطی اعضای گروه 24 در علاقه فرمانش مشتگی در علاقه خطیش آه پول شکای برمیگردونی در علاقه اگه کی برمیگردون خودش میدونه چوات را با استاتیستیک ماشینی زندان نمیکنن که فریب کردی عرصه گرفتی اومدی چرا تو در آزادی کیه مردم چقدر فریب کردی تاجیکستان رفتی در آزادی فرمان شما بود من اومدم قرضو مکندم شما گفته بره بگیره پول بگیره تا اینکه مردم جنباله بیان با انقلاب بخیزن فرمان شما بود خدا نگهبانت بیا بخیر فرمان نوبرت پدری دروغون الان اینقدر دروغ میگن